خدا کنه که جور صحتمند و سر حال باشین. خوش آمدین به برنامه خودتان با من فواد شریفی کوچه به کوچه از تلویزیون صدای دریا و همچنان کانال یوتیوب صدای دریا. امروز آمدیم به منطقه بارستان و همچنان اینجا بسیار مشهور است. آیسکریم فروشی های مشهور داره و میوه فروشی های مشهور است و مردم مصروف کار هستند. بیاین بریم که همراه مردم صحبت کنیم که چطور از بازارهای نزدیک اید تا آخرین دم برنده برنامه خودتان باشین. بیاین که بریم همینجا که خوراک ما ببینیم چی میفروشه. دوستای عزیز سلام، خوراک خوب هستی؟ شکر خوب هستی؟ تشکر. سلامت. کم بلندتر. نامک؟ نامکم یاسمین. چی؟ یاسمین. یاسمین جان این طرف کمک استا چی میفروشی؟ بولانی. بولانی میفروشی. از کجا آوردی؟ از کوتاه. از کجا؟ کوتاه خیر. این از کوتاه لیجه می؟ ها. کی جور میکنه مادر جان؟ مادر. چند دانه بولانی مونده؟ حالی مچ. حال حسابش میکنیم ببینیم چند تا مونده. بولانی کچالو و گندنه هر دویش هست. ها. چند سال هستی؟ ما 12. مکتب خو میخونی؟ ها. ماشاءالله. صنف چند هستی؟ 4. صنف 4. باز از چه وقت می دی بولانی فروختن؟ پس چه وقت خانه میری؟ از 4 بجه میایم تا 6 بجه شام. تا 6 بجه. روزانه چند دانه رو میفروشی؟ 40 دانه. 40 دانه. حال خیلی چند دانه مونده؟ ما چون صد نه. یک سایک چند تا مونده؟ دانه چند است؟ خب صحیح است. ما 5 دانه شما از پیشت میخرم. صحیح است؟ 5 دانه زیر به ما بده. و چطور است کار بار؟ چطور است این روزای نزدیکایی؟ شکر چطور کنیم؟ روزانه چقدر چند دایت میکنی جی؟ 500 400 مقامش. 500 400 موادش کشیده فایده میمونه یا نه کتم کلش؟ 200 میمونه. 200 روپیه. بسیار خوب. تنها خودت کارگر خانه هستی؟ حالا پدرم ناجور است نه خودم. ماشاءالله. بگی خیمار یک 5 دانه از میره به ما بده. دوستای عزیز باش که یک 5 دانه بولانی دخترک بگیریم. واقعا دخترای شجاع هستند. خودشان کودک میان بر روی جاده ها کار میکنن تا و ناوقتای شب و واقعا همچون کودک ها قابل قدر است. کچولو بان هر 5 شه. هر 5 شه ما کچولو بده. اینا لالای ما تشکر لطف کردی. خوش شریک شستی خودت بنداز میره. چند دانه انداختی؟ 5 دانه انداختی؟ دیگه خیلی امیر لالا هموجه اکمان ببخشی. هموجه بان که یا پیسه بده. اینجایی داری؟ اینجایی نداری؟ اینجایی داری لالا یک اینجایی را بده که تو شریک داریم هر طرف بدل بود. ایره تو بگیر. ایران خودت بگیر. بخیر باشی خارک جان. سلامت. این دوستای عزیز میریم با داخل دکان آمدیم. دوستا بیاییم که اینجا مشتری هم هستن پرسان کنیم واقعا می میوه های خشک که تعریف میکنن اینجا خوب است یا میوه هایشان قابل تعریف است یا خیر. سلام مولا جان. و علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ قربان سلامت باشی. تشکر. سلامتی. میشه خدا یک معرفی کنی؟ اسم دانش است. از ولایت پنجشیر هستم. دیگه منطقه بارستان است. آمدیم میوه خوش خریدن. بسیار خوب. چطور که اینجا انتخاب کردی؟ والا دیگه این لالا که است هم دوست است هم رفیق است هم کسی است که بدر میوه بسیار خوبش همه تو میوه تازه دیگه مراحت ما را میکنه دیگه بسیار مثل لالای ما وارث از او خاطر آمدیم. چطور است اینجا؟ ارزان است؟ میگفتن تخفیف هم داده اینجا. والا خوب است دیگه. بارستان نسبت به شهرنو خوب است. فروشات یا چیزا ارزان تر است ها. سودا عید آمدی بگیری؟ دیگه سودا عید میگیرم دیگه. یعنی 20 روز بخیر از رمضان تیر شده. 10 روز دیگه باقی مونده دیگه. نه بخیر دمیش آمادگی دیگه عید میگیریمش دیگه. بخیر. چی آمادگی گرفتی به عید؟ والا آمادگی دیگه یک جور کالا را پیش از پیش جور کردیم. خیاط بسیار مبارک بود. دیگه آمدیم که در مورد میوه خشکی یا یک جمع آوری کنیم چیزا را نرخای شک بای کنیم دیگه. بسیار خوب. چی پلان داری؟
خشک از مرچ سرخ از ترکاری این بابا. همیشه ترکاری بابا کلش همه قسم پیشتر روزه یک دوست ما بود دیگه برام معلومات نداد مثلا خودت نمیفهم که چرا البته نوکار بوده که دواین مرچ است دواین مرچ چیه دباین از مرچ است این مواد از اینمی تجشید است ببینید دوستان یک دانه شده این مرچ تازه است اینه که چک دیگه در رمضان خلاص است وضعیت میذارم نه شوقش از میای اینجا چی میگی در رمضان باور کو کی نباشه از دیگه نمیگیره نمیجاته اوه چطور است کاروبار چطور است نزدیک ادامه است شکر است والا خوب است میچنم چقدر روزانه کار میکنید میشه 3000 3500 2500 ماشاءالله این است همسایه کاروبار جور است شکر است والا میشه بیاد اگه ما شاگرد چه امروز چه قمیتیم بیا کل کراچی از خودت است نه خوردنی خود نمیگم ما میگم دستموز پیسه شما رفته خوردنی خود هر چقدر بیا خیر باز میگیم که هر رقم که تو میگفتم قربانت شوخی کردم لالا جان چقدر وقت میشه در کاروبار هستی یک 4 سال میشه 4 سال میشه دیگه دو نفر هستین اندیوار بله 2 نفر هستیم دیگه شاگرد کس ندارین نه فنم 2 نفر هستیم مسئول بس همیشه تایید میکنی همیشه پخته میکنی کلش همیشه میشه بس مواد چیزا در خانه جور میکنیم واسه جا که می پخته میکنیم دیگه بسیار خوب بسیار خوب از چند بجه می تا چند بجه هستی از 12 میم تا بعد از افطاری تا بعد از افطار هست بله. میگه بسیار خوب باز هم کارتون از اون ساعت 12 بجه دیگه شروع میشه بله، از پیش از افطار هم در این وقت میین یا نه نه تا بعد از افطاری ما یعنی رمضان کلاش هم دمو تایم هستین یا باز رمضان کلاش بعد از رمضان باز دیگه 24 ساعت 24 ساعت در بله. سلامت باشه قربانت لالا جان از اینکه وقت گرفتیم حرف پیامی داشته باشی کامرای ما در خدمت تشکر از اینکه حاضر شدی صحبت کنی امروز بخیر باشین یالا وقت خوش ان شاء الله افطاری پیشت میایم یک انشالله ما یک خدمت هستیم ترای میکنیم گفته مردم حالا خو وقت است به افطار مونده بریم این طرف دکاندارای میوه فروشیات یارم امروز صحبت کنیم کاروبار چطور است ان شاء الله امروزتان صحبت کنیم خداحافظ قربانت لالا دوستان عزیز برنامه ما ادامه داره میریم به طرف میوه فروشا او طرف میوه فروشای بارستان بسیار مشهور از بارستان بریم ببینیم که میوه فروشا در چی وضعیت است چطور است کاروبار ما داره و همه تو قدم زده آمدیم به کنار یکی از فروشگاه های میوه خشک بارستان که بسیار مشهور است اینجا و دکاندار در داخل است بین بریم ببینیم که دای سری چطور است کاروبارشان بین بیننده برنامه خودتان باشین سلام علیکم سلام علیکم خوب است لالا صحتمند جان و جور بخیر هستی کما کیسی برسون کامرامنمون جای شود چیال داری خوب هستین تشکر سلامت ببین فقط اینجا که استاچن کدام مشکل نیست اسم مبارکتان خود یک معرفی کنین اسم ما یما هست. یما جان چقدر وقت میشه در کاروبار مصروف هستی یک 8 سال میشه. 8 سال ماشاءالله خوب صحیح معلومش سرمایه گذاری کردی هر نوع میوه که میبینیم چشم ما میخوره میوه خشک اینجا موجود است قربان شما سلامت باشین بخیر باشین. اگه خودتان اینا رو برام معرفی کنید کدام نوع میوه است و کدامش قیمتی است کدامش از جای مشهور است میوه خو مختلف از دیگه میوه هایی که میبینیم همش از وطن خودموست شکر الحمدلله بادام داریم بادام شکربایی داریم بادام ستاربایی داریم بسیار خوب دیگه کشمش های لل داریم این لل ایرات ماست از ایرات می از کشمش ایرات می بسیار خوب. ایرات است و کشمش سیاه قنداری ماست که بسیار خوبش است دیگه اینمی میوه‌ای که میبینی دیگه همش شکر الحمدلله از وطن خودموست. بادام کجایست این بادام ستاربایی میگن. ستاربایی میگن شاید کیلوی چند است این کیلوش می دیگه این بالاترین قیمت بادامی می است که هم نازک است هم مغزش تا چند هم مغزش سفید است. بسیار خوب دیگه. و کدام میوه قیمتی ترین میوه در دکانتان است قیمت از میوه خشک البته. میوه دیگه جلغوزه جلغوزه وطن ما مشهور در جهان است جلغوزه وطن ما که مشهور در جهان و در وطن خود ماست که جلغوزه کیلوی چند سیاه است. این کیلوش میه 3500. 3500 بسیار قیمت است فعلا فکر کنم میام در افغانستان به این قیمت است بیرون شاید خیلی قیمت است خیلی بالاتر است به خاطر که افغانستان هم یک ذره ارزان بود وقتی که یک جایی که میره باز قیمت این میشه. میوه را باز از کجا ایره شیخ نمیر از کجا براتون میاره ایره دیگه ما از منده میایم دیگه بازی خوستی داره از هر جای مختلف میان ما از منده تهیه میکنیم میاریم کل میوه هم تو کل میوه دیگه از منده گرفته از منده گرفته قروت کدام قروت مشهور دارین قروت یخصا قروتای مسکری میگن یا چکه‌ای نرم که است از قروت بله دارین قروتای سمنگان میگن با از بامیان دیگه اینمی قروتا رو داریم دیگه قروت که از سمنگان است این سخت است بازو قروتی که از چیز میه او یکمی نرم بسیار خوب در حدود چقدر اینجا سرمایه گذاری کرده باشین در حدود دیگه
درست دیگه حساب نمیشه دیگه ضیاف است نام خدا دیگه. حداقل یک 15 لک هست. 15 لک ولی بسیار پیسه را سرمایه گذاری میوه خشک کردیم. ما نام خدا قیمت هست دیگه. میوه خشک طبعا میوه خشک افغانستان باز در کل جهان مشهور است. بله، مشهور. ما هم داخل دکانتان شدم گفتم ماشاءالله نام خدا همین دکان وقت که تعریف میکنن خوب پر است. هزار میوه که چشم ما میخوره هست. 3-4 رقم خرما داری اگه برام بگی خرما کدام ما میتونید دوستای که شما ببینید. یا دیگه طبعا از ایران است. از ایران است. طبعا این خرما از ایران است. این خرمای سیاه داریم نرم است از ایران است. خرما در عموم از ایران است یا از خودمون داریم داخل وطن؟ داخل وطن دیگه ما کم داریم خرما. کم از در خرما. وطن چیز طرف ایران داریم یک جای پهلو یک کرمان است که از اون ایران میایم از اون ایران میاد دیگه. بسیار خوب. ایران و است. میایم سر این طرف این انگور بیشتر گفتیم حالا انگور میگیم ما شده کشمش این کشمش چی تفاوت داره و قیمت های اینا چند است؟ قیمت های زیاد خب پیشتر هم گفتم برای 300 افغانی میاد بسیار خوب. از قندار ما قنداری. هست بازینی که هست این به نام این طرف عکسش. انگورش که کشمش میسازن این به نام انگورایی است که انگورش هم قیمت است. مثلا ما یک انگور نام داریم به نام 60 عروس 60 عروس این از اون کشمش است دیگه. باز قیمت از یا کدام شده این 4 تا؟ قیمت ترین کشمش ما که هست اون کشمش است. این کشمش از اون 60 عروس است. خب بله و از اگر اون من ترینش- بهتر تایم میشه اگر بله، خوشن آه دیگه. یکی از در نظر خوبش فقط خورد و نگهداری کلان شده. داره. بسیار خوب. بله. اصل هایتان 3-4 رقم اصل دارین کدام اصل تان اصلای بهتر ما- است کدامش خوب است کدام اصلایی گل که است؟ لالای کن اینی اصلایی که است اینی از جلال آباد میه که این طبعا از اصلای گلایی است که بهاری جمع میشه. ایرا میگن که تو دانه دانه داره اگه متوجه باشین معلوم میشه بله. ما چون بوره گت میکنن چی او قسمی نیست. طبعا کمی گت میکنن. این طرف ساجی خودتان ببینن بسیار خوب. یا کمی گت میذاشته باشه اما کدام زیاد اصل نی. خالص باشه خالص نداریم ما. خالص داریم قیمت است. داریم اصلای گرانبهام داریم اینی این اصل ایرا میگوار ببینیم دوستان ببینیم. این اصل اصل بیر اینی این مزهش متفاوت. مزیش متفاوت است. این خاص به نام اصل بیر یاد میشه و این خالص است. این خوبش است اصل خوبش است. این باز کیلوی چند است و چند است؟ او کیلوش میه 700 افغانی این میه کیلوی 1000 افغانی. دیگه در دکانتان کدام میوه های مشهوری است که ما ندیدیم و نمیفهمیم کدامش است؟ میوه های مشهور چون برندای ما ببینن نزدیک اید از بیاین پیشتان خریداری کنن میوه خشک خدا. میوه های مشهور ما چپنمک است. این چپنمک است؟ چپنمک است که از کشتی خشک است. از مایره چپنمک میگم اون کشته است. ابو کشته است نه؟ اون کشته است که چپنمک نام نوش مشهور است. نفهمیدیم. بله دیگه فندق میوه مشهور است که اون دمون نوشک است که هم دارم از او قیمت است. او چند است؟ 500 افغانی میه. 500 افغانی. او از ایران میه. افغانستان خوب. کم داره از فندق. توت چطور؟ توت اینی توت که است توت وطنی است. توت وطنی است بدخشان. بله. بدخشان دیگه بسیار اون که است از مصر است. بسیار خوب بسیار خوب. سلامت باشی لالا تشکر از خودت که وقت به ما گذاشتی و همچنان باشین، سلامت. شما واقعا مایه خدمت هستین به وطن بسیار سرمایه گذاری کردین اینجا از خودتان تشکری خاص میکنیم و نزدیک افطار است ما هم آهسته آهسته میریم دیگه وقت شما را نمیگیریم مصروف کارتان هستین کدام حرفی سلامت پیام داشته باشین. باشین کامراهای ما به خدمت میرسیم. سلامت باشین. حرف مهمی نداشتیم فقط از ما صلح آرامی و کاروبار ما احیا زمینه کنند که کاروبار فراهم شود. جوانای ما کسایی هستند که به وطن خدمت کنند و بسازن وطن. فقط میره میخواید. خوش آرام باشین در کاروبارتان برکت وقت خوش خداحافظ.
همچنان بسیار یک سفره مزه‌دار صمیمانه همراه اینا صرف طعام کردیم و ازشان تشکری میکنیم. تشکر بسیار زیاد از خودت لالا و همچنان از خودت تشکر که ما را مهمان پذیرفتین و دیگه خودتان خود یک معرفی کو و کدام حرف پیامی هم داشته باشی از کلتان میشنیم، از حضورتان ما مرخص میشیم. بخیر باشی، زنده باشیم. حرف پیام نداریم لالا. خودت لالا. ما خودم پیامی نداریم، شکر زنده باشین، بخیر شکر که می جوره. سلامت باشین، شما هم زنده باشین، بازآمد شدین همراه ما. دوستای عزیز، سی بود برنامه افطاری و بارستان که آمدیم بازار بارستان به شما به معرفی گرفتیم. تا برنامه دیگر که باز ما فواد شریفی مهمان خانه های شما میشم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا